سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشه. شما را با یک برنامه جدید خوش آمد میگیم. امروز میخواهیم که طریقه فالوور زیاد کردن با شما نشان بدهیم. امیدوارم خوشتان بیاید و صفحه ما را لایک و فالو کنین. از اینجا بک میشیم روی فیسبوک. خیلی خوب، فیسبوک رو پیدا میکنیم. خیلی خوب، اومدیم مستقیم روی فیسبوک. ببینید دوستان عزیز، اینایی که اینجا میبینید و عزیزان که ما را لایک کردن، به عزیزان که ما را لایک کرده ولی صفحه ما را هنوز فالو نکردن. 61,000 نفر صفحه ما را لایک کردن. عزیز، برنامه ما خوش آمدن و لایک کردن. ما اینجا چیکار میکنیم؟ الان نگاه کنین، اینجا یک دعوت اینجا نوشته، مثلا شکیب انصاری. این هنوز صفحه ما را لایک نکرده. من میخوام یک دعوتنامه برایش ارسال کنیم که عزیز اگر مثلا صفحه گوشی خود روشن کنه، میبینه که مثلا از طرف ما یک دعوتنامه برایش آمده. اون دعوتنامه را قبول میکنه و صفحه ما را لایک میکنه. و یک دعوتنامه برایش میفرستم. روی دعوت میزنیم. الان اینجا نگاه کنیم، نوشته دعوت. روی دعوت میزنیم. مثلا سجاد خان هم صفحه ما را فالو نکرده ولی از برنامه ما خوش آمده و یک لایک کرده. اینم براش دعوت میفرستیم. اینم دعوت میفرستیم. اینایی که همه رویش دعوت هسته، همه اینا را دعوت براش دعوتنامه ارسال میکنیم. الان اینجا نگاه کنید، نوشته میشه که دعوتنامه ارسال شد. و اینایی که دعوتنامه براش ارسال میکنیم، اینا وقت صفحه گوشی خود باز میکنه و میبینه که دعوتنامه از طرف ما ارسال شده و دعوتنامه را قبول میکنه و صفحه ما را لایک میکنه و فالو میکنه. امیدوارم شما عزیزان که برای شما دعوتنامه میفرستیم صفحه ما را فالو کنین و از برنامه های بعدی ما آگاه شوین. دیگه اینا را باشه، چشم. خیلی خوب، اینا را همه را میفرستیم. دعوتنامه میفرستیم. اینا را دوستان، دعوتنامه زیاد است، اینا دعوت زیاد است. اگه بخوام مثلا اینا را الان نگاه کنین، اینجا 61,000 نفر همین برنامه ما را مثلا لایک کردن. مثلا 56,000 نفر لایک کرده، 3,302 نفر فقط خندیده و 950 نفر فقط قلب گذاشته. 219 نفر هم اینجا چی کرده؟ اینم قلب گذاشته. 142 نفر چی کرده؟ 141 نفر از برنامه خوشش ما نیامده و 81 نفر ناراحت شده. امیدوارم که ما همه جنبه مثبتش میگیریم. 56,000 نفر لایک کرده، اینا رو براش میفرستیم. درسته، اینا رو میفرستیم. دوستان عزیز، شما مگر مثلا صفحه فیسبوک دارین و کدام محتوایی گذاشتین که همین مثل ما صفحه شما را فالو نکرده ولی لایک کرده، شما همینطوری دعوتنامه راه آسانش همین است. ما همینطوری 51,000 نفر را ما فالوور کسب کردیم. اینا را شما میتونید از این طریقه خیلی آسان است، خیلی زود صفحه فیسبوک شما رشد میکنه. شما ما همین انجام بدیم، یک دفعه صفحه رشد کرد و صفحه شما میره به مونیتاز و درآمد میرسه. بعد از اون میتونین مثلا فیلم بگذارین و درآمد کسب کنین. حتی میتونین در روز $100 هم درآمد کسب کنین. دوستان عزیز، این یک واقعیت ده. فقط کافیه که شما فالوور شما زیاد باشه و بازدید از ویدیوهای شما بیشتر باشه. هرچی بازدید ویدیو بیشتر باشه و همونقدر درآمدش هم بیشتر میتونه باشه. میتونید در ماه $1,000، میتونید $2,000 تا $5,000 رو میتونید در ماه درآمد داشته باشید. دوستان، همینقدر کافیه دیگه. امیدوارم که شما همین طریقه رو پیش ببرین و بتوانین مثلا صفحه خودتون رو رشد بدین. خیلی خوب، از اینجا ما بک میشیم دیگه.
همینقدر کافیه. امیدوارم از برنامه ما خوشتان آمد. اگر خوشتان آمد دعوتنامه رو ما برای شما میفرستیم، اینا رو حتما قبول کنین، صفحه ما رو فالو کنین. دیگه روز شما خوش، خدا نگهدار. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشه. امروز میخوایم طریقه فالوور زیاد کردن با شما نشان بدیم. اگر از برنامه ما خوشتان آمد صفحه رو لایک کنین و ما رو فالو بکنین. خیلی خوب، از اینجا بک میشه مستقیم میریم روی فیسبوک. اومدیم مستقیم روی فیسبوک، ببینید اینجا بالا 61099 نفر ما رو صفحه ما رو لایک کردن. دیگه از این 61099 نفر حداقل 15000 نفرش یعنی چیکار کرده؟ فالوور ما نیست، ولی عزیزان از برنامه ما خوشش آمده و صفحه ما را لایک کرده، برنامه های ما را لایک کرده. ما میخوایم برای عزیزان چی کنیم؟ یک دعوتنامه بفرستیم که تا بعد از این صفحه ما را فالو بکنن. اینایی که وقتی فیسبوک خود روشن میکنه ببینه که یک دعوتنامه از طرف ما برای اونا آمده و اینا دعوتنامه را قبول میکنه، صفحه ما را فالو میکنه. ما هم روی همین دعوت که اینجا نمیشته است دست چپ روی همین دعوت میزنیم، همین دعوت بزنیم دعوتنامه برای اونا ارسال میشه. الان ما این دعوتنامه زدیم، اینجا نگاه کنید نوشته شد دعوتنامه ارسال شد. همینطوری اینا رو دعوتنامه روی اینا علامت میزنیم دوستان عزیز، این علامت میزنیم، اینا رو همه رو علامت میزنیم. روی هر کدام اینا که علامت بزنید دعوتنامه ارسال میشه. شما میتوانید از این طریق اگر صفحه شما لایک های زیادی داره، اگر صفحه شما رو مثلا فالو نکرده، دیگه همینطوری دعوت براش بفرستین دعوتنامه، اونا فیسبوک خود باز کنه میبینه که دعوتنامه برایشان آمده و از این طریق میتوانین صفحه خود رشد بدین، فالوور خود زیاد کنین و هرچی فالوور بیشتر باشه بازدید از ویدیوهای شما بیشتر میشه. اگر بازدید از ویدیوهای شما بیشتر شد و همونقدر خیلی زود مثلا صفحه شما با مونتایز میتوانین مثلا 10,000 5,000 فالوور جمع کنید. شرایط فیسبوک 5,000 فالوور با 60,000 دقیقه واچ تایم، در 60,000 دقیقه واچ تایم و 5,000 فالوور دیگه زیاد کاری سختی هم نیست. اگر شما کسی باشین که هنر خوب بلد هستین میتوانین مثلا فیلم بگیرین و در فیسبوک بذارین در چیز خود در اکانت خودت، دیگه مردم ببینه خوشش آمد لایک میکنه بازدید میگیرین، دیگه زودتر صفحه شما با مونتایز میرسه و به درآمد میرسه. وقتی به درآمد رسید میتوانین در روزی $100 یا در ماه میتونین $1,000 تا $5,000 شما در چی داشته باشین. مثلا $5,000 میتونین مثلا شما بگیرین از فیسبوک، به شرط این که همون محتوایی که شما میذارین خیلی جالب باشه، برای مردم آموزنده باشه. دیگه از این طریق فعلا که دنیا وضعیتش خرابه، وضعیت کار خرابه، افغانستان، ایران، ترکیه فعلا شرایط خوب نیست و در کنار کار که انجام میدین دوستان عزیز، اگر شما بنا هستین، اگر شما کاشکار هستین، اگر شما موتروان هستین، خلاصه هر کسبی دارین در کنار کسب خود یک فیسبوک داشته باشین، یکی از این مثلا چی داشته، یک فعالیت فیسبوکی هم داشته باشین بد نیست، میتونه برای شما در آینده خیلی مفید واقع شود. خیلی خوب دوستان عزیز، همینقدر کافیه دیگه. دعوتنامه زیاد است، ما حداقل 61,000 نفر لایک کرده، از 61,000 نفر 15,000 نفرش فالوور نیستن. نگاه کنین خیلی زیاد است. اگه ما بخوایم اینا رو انجام بدیم تا فردا هم ادامه پیدا میکنه. همینقدر کافیه. خدا کنه از برنامه ما خوشتان آمد. اگر خوشتان آمد صفحه رو فالو کنین و دعوتنامه رو که برای شما فرستادیم دعوتنامه رو قبول کنین، صفحه ما رو فالو کنین تا ما بتونیم در آینده یک برنامه دیگه آموزشی رو برای شما بفرستیم دیگه.
فعلا روز شما خوش. خدا